و اما 13 به در آمریکا، هزاران نفر از ایرانیان حومه واشنگتن روز گذشته آیین 13 به در را در پارک‌های مختلف این منطقه برگزار کردند که برخلاف سالهای پیش با هوایی گرم و آفتابی همراه بود. همکار ما رضا اللهیاری گزارشی از این مراسم تهیه کرده است که در اینجا فرصت مناسبی است که با هم ببینیم. امروز 13 به در اینجا ایرانی‌ها جمع شدن توی پارک اینجا میرقصن دست میزنن. فرق اینجا با 13 به درهای ایران چیه؟ اونجا همه ایرانی‌ها همه جای تهران جمع میشن، اینجا فقط یه جا جمع میشن. 13 به در آخرین جشن ایام نوروزی رسم کهنی است که نه تنها در شهرها و روستاهای ایران بلکه در میان تمام کسانی که گویش فارسی دارند در سراسر گیتی جشن گرفته می شود و در آن پیر و جوان از تمامی اقشار جامعه شرکت می کنند. انشالله که 13 همتون به خیر باشه. امیدوارم سال خوبی تو هم با سلامت و صلح و صفا در تمام جهان. عید همگی مبارک. رفتن به دامن طبیعت، شوخی و تفریح، بازی‌های گوناگون و رقص از سرگرمی‌های این روز است که محدودیت سنی ندارد و پیر و جوان و کودک در آن سهیمند. بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور معمولاً دومین یک شنبه فروردین را جشن می‌گیرند. امروز روز 13 به دره، یعنی روز 13 نوروز نیست، 13 فروردین نیست، روز 16 منتهاش به خاطر شرایط اینجا ما روز 16 اینجا دور هم جمع شدیم. رقص و پایکوبی بخشی جدا نشدنی از این رسم است و استعدادهای نهفته مجالی برای ارائه می‌یابند. دور ریختن کینه ها، دوستی و محبت و دلجویی از کسانی که در سال پشت سر نهاده کدورتی با آنها بوده از آیین‌های نیکی است که پاسداری از آن را نسلی به نسل دیگر می سپارد. هر کی منو دوست داره با آش بخوره. آش معروف 13 به در را هر کسی به سلیقه خود می‌پزد، از آش رشته تهرانی گرفته تا آش دوغ و یا آیران آذربایجانی. پخت و پز غذا و کباب در اینجا با استفاده از روش‌های قدیم و ابداعات جدید صورت می‌گیرد و البته بسیاری نیز همبرگر را به نیت کباب کوبیده تناول می‌کنند. کریخانه تخت نرد هم دیدنی است. مرسی بچه جانم، مرسی دیگر. پذیرایی از دوست و آشنا و حتی مهمانان ناخوانده از سنن دیرپای ایرانیان است که به خوبی در این روز دیده می شود. 13 به در برای بعضی از آمریکاییان به خصوص پلیس پارک‌ها در مناطقی که ایرانیان شمار قابل توجهی دارند روزی شناخته شده است. This park historically has been a place where a large gathering of Sid's Bedar celebration. دارین منلی کفیل رئیس پلیس پارک که در سالهای گذشته نیز در برگزاری 13 به در پارک بلک هیل در مریلند همکاری داشته، ایرانیان شرکت کننده در 13 به در را افرادی منضبط می‌خواند که با رعایت قوانین آیین سنتی خود را برگزار می‌کنند. در ایام نوروز والدینی که در ایران زندگی می‌کنند فرصتی برای دیدار با فرزندان خود دارند. همیشه نوروزه، همه جا نوروزه. گره زدن سبزه، رسمی که در متون پهلوی نیز از آن یاد شده، به نیت باز شدن گره دشواری‌ها و برآورده شدن آرزوها صورت می‌گیرد. برخی نیز سبزه گره زدن دختران دم بخت را شگونی برای ازدواج و یافتن همسر در سال نو می‌دانند. ما در جهان به اون احوالی برمیگردیم که بودیم نه تنها از 30 سال پیش 50 سال پیش، با حالی که در ایران موجب نوبهار می‌شده. افسانه آفرینش در ایران باستان روز 13 فروردین را
روز ازدواج مشیه و مشیانه فرزندان کیومرث و اولین ازدواج در جهان قلمداد می کند که چون در آن زمان عقد و ازدواجی شناخته شده نبود، آن دو با گره زدن دو شاخه پایه ازدواج خود را بنا نهادند.